سلام. امروز میخوایم یه سفر فوق‌العاده رو با هم شروع کنیم. سفری برای با سیم کشی کردن خودمون و ساختن آگاهانه آینده‌ای که میخوایم. این بررسی در واقع مثل یه نقشه راهه برای اینکه بتونیم به نسخه جدید و بهتری از خودمون تبدیل بشیم. خب بذاریم با یه سوال خیلی اساسی شروع کنیم. یه لحظه با خودتون فکر کنین. واقعاً کی پشت فرمون زندگی شما نشسته؟ شما این که آگاهانه دارین مسیر رو انتخاب میکنین یا این عادتهای قدیمی و ناخودآگاهن که شما رو هر طرف دلشون میخواد میکشونن؟ اصل ماجرا اینه که تغییر یه چیز عجیب و غریب و دست نیافتنی نیست. یه مهارتی که همه ما میتونیم یادش بگیریم. هدف اینه که از حالت واکنش نشون دادن به اتفاقات به جایگاهی برسیم که خودمون فعالانه و آگاهانه زندگیمون رو خلق میکنیم. کل این سفر متحول کننده با درک یه دوراهی خیلی مهم شروع میشه. انتخابی بین دو روش زندگی کاملا متفاوت. این انتخاب واقعا سنگبنای هر تغییریه که آرزوش رو داریم. حالا یه نگاه به این جدول بندازین. واقعا فوق‌العاده است، نه؟ خیلی شفاف نشون میده که فرق بین یه زندگی واکنشی با یه زندگی خلاق چیه. ببینین، توی حالت بقا ما همیشه در حال جنگیدن با دنیای بیرونیمیم. اما توی حالت آفرینش این دنیای درون ماست که واقعیت بیرونی رو میسازه. پس میبینین کلید اصلی برای تحول عمیق و واقعی همین تغییر نگرشه. این دقیقاً همون نقطه‌ایه که ما دیگه قربانی شرایط نیستیم و خودمون نویسنده داستان زندگیمون میشیم. خب تا اینجا با مفهوم کلی آشنا شدیم. حالا بریم سراغ قسمت جذاب ماجرا. ابزارها. چطور میتونیم این ایده‌های بزرگ رو واقعاً توی زندگیمون پیاده کنیم؟ اینجا جاییه که تئوری لباس عمل میپوشه. ببینین، اینجا یه دستورالعمل 3 مرحله خیلی واضح داریم. اول، به قول معروف، به سیستم عامل ذهنمون دسترسی پیدا می‌کنیم. بعد، فرکانس مغزمون رو عوض می‌کنیم و آخر سر که اینجاش دیگه فوق‌العاده است، مستقیما ژن‌هامون رو دوباره برنامه‌ریزی می‌کنیم. آره، درست شنیدین، ژن‌هامون. و این جمله به نظرم کل این بخش رو به زیباترین شکل ممکن خلاصه می‌کنه. شما با سرنوشت ژنتیکی خود تعریف نمی‌شوید، شما برنامه‌نویس هستید. این یعنی قدرت کاملاً دست شماست. شاید فکر کنین این حرفا بیشتر شبیه به داستانه، ولی کاملاً علمیه. پشت این ایده علم اپیژنتیک قرار داره. اپیژنتیک چی میگه؟ میگه افکار و احساسات شما مثل یه سری دستورالعمل عمل میکنن که به ژن‌هاتون میگن کی روشن بشن و کی خاموش. یعنی شما واقعاً میتونین روی سلامتی و آینده بدنتون تأثیر مستقیم بذارین. خب تا اینجا یاد گرفتیم چطور دنیای درون خودمون رو مدیریت کنیم. حالا وقتشه که یک قدم بزرگتر برداریم و نگاهمون رو از خودمون به کل جهان هستی گسترش بدیم. اینجا قراره انرژی شخصی خودمون رو به یه میدان بی‌نهایت از احتمالات وصل کنیم. یعنی از مرزهای جسممون فراتر بریم. خب چطور با این میدان ارتباط برقرار کنیم؟ با چیزی به اسم انسجام کوانتومی. بذارین اینجوری بگم. فرض کنین میخواین یه پیام خیلی مهم رو با بیسیم بفرستین. اگه فرستنده و گیرنده شما هماهنگ نباشن، پیام شما پر از نویز و پارازیت میشه. انسجام کوانتومی یعنی هماهنگ کردن قلب و مغز تا یه سیگنال صاف و قدرتمند به کائنات بفرستین. و اینجا به یه بخش خیلی جالب میرسیم. توی مغز ما یه غده کوچیک هست به اسم غده پینئال. این غده مثل یه آنتن بیولوژیکیه. کارش چیه؟ کارش اینه که انرژی و اطلاعات رو از اون میدان کوانتومی بگیره و به زبون قابل فهم برای بدن ما ترجمه کنه. یه جورایی پل بین دنیای انرژی و دنیای مادیه. وقتی این آنتن فعال میشه، اتفاقی میفته به اسم تعالی. تعالی یعنی چی؟ یعنی برای چند لحظه از محدودیت‌های بدنتون، از اینکه من کی هستم و کجا هستم فراتر میرین. یه حس عمیق وحدت با همه چیز. و جالب اینجاست که این فقط یه حس عرفانی نیست، یه تجربه کاملاً قابل اندازه‌گیری از نظر فیزیولوژیکیه. خیلی خوب. از دنیای کوانتوم و انرژی‌های جهانی گفتیم، حالا وقتشه که برگردیم روی زمین و ببینیم چطور میتونیم همه اینها رو توی زندگی روزمره‌مون بیاریم.
این آخرین مرحله است، جایی که تئوری تبدیل به واقعیت زندگی شده ما میشه. این کار با یه تغییر توی درک ما از زمان شروع میشه. بهش میگن زمان فضا. یعنی چی؟ یعنی اونقدر در لحظه ی حال غرق بشین که دیگه ذهنتون درگیر گذشته و آینده نباشه. وقتی تمام انرژی شما توی همین الان متمرکز میشه، اونجاست که فضای خالی برای خلق احتمالات جدید باز میشه. این همون نقطه جادوییه. و در نهایت کل این سفر به یه تمرین عملی و بسیار قدرتمند ختم میشه. توی این تمرین شما به صورت سیستماتیک روی مراکز انرژی بدنتون کار میکنین. انگار که دارین به هر بخش از بدنتون کدها و اطلاعات آینده جدیدی رو که میخواین میدین. این دیگه آخرین مرحله یکی شدن با اون خود جدیده. خب، ما سعی کردیم نقشه راه رو به شما نشون بدیم. مسیر مشخصه، ابزارها هم در اختیار شماست. اما در نهایت این شما هستین که باید تصمیم بگیرین قدم اول رو بردارین. حالا که این نقشه دستتونه، مقصد بعدیتون کجاست؟